يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبیبنا رسول الله وعلى آله و صحبه و من والاه. ماه رمضان هست، ماه عبادت، ماه قرآن، ماه شب قدر، ماهی که خداوند در اون کرمش، کرم الهی، رحمت الهی به مراتب از ماهای دیگه بیشتر میشه. رحمت الهی آنقدر وسیع هست که اصلا در تصور نمی گنجه. خداوند وقتی رحمت رو خلق کرد، یکی رو به زمین و به به انسانها فرستاد. انسانها و حیوانات از روز ازل تا روز ابد با همون یکی دارند به همدیگه رحم میکنند، شفقت میکنند، مهر میورزند، در حالی که خداوند 99 تای دیگهش رو پیش خودش نگه داشت. این خداوند رحمان، این ربوبیت، الوهیت، ملکوتیت، این همه معانی خداوند در صفات خداوند باید در پیش ما روشن باشه، جلوی رومون باشه. خداوند این شاهنشاه ازلی و ابدی ماه رمضان رو یک ماهی از عید و شادی برای مؤمنان، شادی ایمان، شادی خوشحالی جسم و روح و روان قرار داده. در این ماه خداوند همه قانونهای رحمانیت و ربوبیتی که برای خودش گذاشته، برای انسان گذاشته، همه اینها رو یک طرف میذاره و بیش از این به انسان میبخشه. یک نیکی شما میکنی، میخوای نیکی بکنی اجر داری. نیکی میکنی 10 تا اجر، تا 700 برابر اجر و پاداش میگیری. رمضان که شد، خداوند میفرمایند در حدیث قدسی الا الصوم، مگر عبادت روزه، که این حکایت دیگه ای داره. فانه لی، عبادت روزه واسه من هست، بنده هم برای من از خورد و نوش دست نگه داشت، برای رسیدن به رضایت من بندم خودش رو زیر فشار قرار داد، گوش نکرد، تشنه کرد، نیازمند کرد. این چون که برای من هست، انا اجزی به، من اجر و پاداش این رو خودم میدم. تصور کنید شاهنشاه کون، شاهنشاه ازل و ابد، خدای خالق رحمان به من و توی روزدار میگه آقا اجرت با من، خودم اجرتو میدم. حالا تصور کنید اجر و پاداش الهی چقدر بزرگ خواهد بود. در عین همین فضای بیکران اجر، باز خداوند یک شبی رو شب قدر، شب قدردانی بنده روزدار قرار میده. قدردانی ویژه. همه رمضان قدردانی است، همه رمضان رحمت است، همه رمضان مغفرت است، همه رمضان عتق من النار و نجات دادن بندگان از آتش جهنم هست. هر شب رمضان خیلی خیلی از مردم از آتش جهنم خداوند رهاییشون میده. با این وجود باز یک شب رو شب قدردانی ویژه قرار میده که اون هست لیلة القدر. این شب عید خاصی هست. انا انزلناه فی لیلة القدر. ما این قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. این شب قدر چی هست؟ و ما ادراک ما لیلة القدر. اصلا این در تصور شما بنی آدم نیست که شب قدر یعنی چی. قدردانی و مکانت این شب اصلا تصور نیست. خب خدای ما
ما میخوایم یک کم اون رو برای اذهان ما نزدیک کنیم تا ما بفهمیم که واقعا این شب قدر چی هست. خب حالا که برای ما قابل فهم نیست، حداقل برای افهام ما، برای فهم ما نزدیکش کن. خداوند متعال میفرمایند خیر من 1000 شهر، از 1000 شب، از 1000 ماه براتون بهتره. 1000 نه اینکه 1 2 3 4 1000. 1000 یعنی خیلی خیلی خیلی. وقتی من میخوام بگم که یک کاری رو من انجام دادم، میگم آقا من این حرف رو 100 بار به شما گفتم، منظورم 100 بار نیست، یعنی خیلی بار به شما گفتم، تذکر دادم. 1000 بار خداوند میگه که شب قدر 1000 برابر از ماه، 1000 ماه بهتره. یعنی یک چیزی خارق از تصور ما. این هدیه خاص خداوند هست برای مؤمنان روزدار. شب قدر اسمش هم هست شب قدر، شبی که از انسان قدردانی، از مؤمن قدردانی میشه. و اینقدر مهم هست که خداوند یک سوره کامل در قرآن کریم رو برای معرفی این شب، برای یادآوری ما برای این شب قرار میده. خب این شب کی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میاد میفرمایند که در دهه اخیر رمضان هست، یکی از شبهای فرد دهه اخیر هست. اگر میفرمودند که یکی از شبهای سال هست، آدم عاقل عقلش این اقتضا رو میکرد که تمام سال رو به عبادت مشغول بشه تا این فرصت طلایی ویژه نصیبش بشه. فرصتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر همین یه دونه شب رو شما با ایمان و فقط برای رسیدن به رضایت پروردگار و شعور و احساس به رقابت و مراقبت پروردگار این رو به عبادت مشغول بشید، خداوند همه گناهایی که از شما سر زده رو میبخشه. حالا خداوند و پیامبرش به ما لطف کردن و اومدن گفتن که نه، این شب قدر رو دنبالش تو کل سال نگردی، تو همه ماه رمضان هم نگردی، تو 10 روز اخیر ماه رمضان. پس این عقل هر انسانی اقتضا میکنه، هر انسانی عاقلی که این دهه اخیر رمضان و همه شبهای رمضان رو مشغول طاعت و عبادت باشه تا از این قدردانی بزرگ الهی بی بهره نشه. ماه رمضان هست ماهی که ما رو تشویق میکنه به عبادت خداوند، ماهی که در فضای این ماه ما باید کشتزار دنیا رو پربار کنیم برای رسیدن به آخرت. معنی اینکه این دنیا مزرعه آخرت هست. پس از این مزرعه ما چی میخوایم برای خودمون به آخرت ببریم؟ این ماه رمضان بهترین فرصت هست که بیاییم از این فرصت طلایی استفاده کنیم و خودمون رو پیش خدامون عزیز کنیم و مغفرت و رحمت خدا رو کسب کنیم و از خداوندمون میخواییم بار الها ما را از رمضان بی بهره مگردان، بار خدایا الها ما رو از نعمت شب قدر محروم مدار. اگرچه که لایق و لیاقت شب قدر رو نداریم، گرچه که لیاقت ماه رمضان رو نداریم، اما بندگان خدایی هستیم، اون کریمی هستیم که خودش به لطف خودش، به فضل خودش ما رو محروم نمیکنه انشالله.